اگر شما سیاست شناس میشوید، من دو توصیه میکنم. در اول که در سخنرانی های خود بیرون از جمهوری همیشه دو کار کنید. یکم هرگز نخوانید، این عیب حساب میشد اگر برآمده نطقتان در محفل علمی خوانید. فقط اگر سخنرانی رسمی داشته باشید، سخنرانی رسمی او را خواندن در کار، چون متن تصدیق شده است. ولی اگر سخنرانی علمی داشته باشید، شما نخوانید، این معناش اینه که شما نمیدانید موضوع را و فقط خواندنتون بها میتن که خب نقص خوانده میتونست است یا خوب. دوم توصیه این است که تزیس اساسی تون در اول بگویید. حتما بگید که من آمدم که این دو سه نکته را اثبات کنم، همین یک ساعتی که گپ میزنم میخوام همین رو اثبات کنم، تا که انمون شنونده از اول فهمد که پیام شما چی است، تزیس شما چی است، موقع شما چی است و همون رو پیگیری میکنید و در آخر میبینید که همون توانست همین رو اثبات کند یا نه. پس تزیس اساسی که همین روز من در میان میگذارم و روی آن صحبت میکنم این است که دولت ملی شرطی اساسی بقای تاجیکان همچون ملت است و جمهوری تاجیکستان امروز همچون عامل حیاتی برای ادامه موجودیت تاجیکان یک ارزش حیاتی است و اگر ما همین را حفظ نکنیم همچون ملت، بقای هم فیزیکی هم بیولوژی هم فرهنگی ما زیر خطر است. از این رو حمایه جمهوری تاجیکستان دیگر مسئله فرهنگی یا سیاسی فقط نیست، بلکه یک مسئله حیاتی و سرنوشتی است. همین تزیس اساسی ما و همون چیزی که شما از همین محفل همراه خود گرفته می روید همین است. یعنی که همه گپا فراموش میشه، ولی یک دو تزیس در ذهن میماند که تاجیکستان چی اهمیت دارد، دولت ملی چی است، اهمیت حیاتیش چی است، ما باید چیکار کنیم. همین تزیس های اساسی رو در یاد گیرید از محفل امروز، همین کافی است.